ثبت نیکا در تاجیکستان کاهش یافته، تعداد طلاق زیاد شده است. طبق گزارش اگنتی آمار تاجیکستان، شماره ثبت ازدواج طی 6 ماه اول سال روان نسبت به همین دوره سال گذشته 1% کم شده است. طور منبع گزارش می‌دهد در 6 ماه 33,500 جفت عقد نکاح بستند. تأکید شده است که کاهش ازدواج تقریباً در همه نواحی تاجیکستان جای دارد. در همین حال طی نیم ساله اول سال روان بیش از 6,000 حالت طلاق به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 481 حالت بیشتر می باشد. قبلا خبر داده شد که خانه‌دارشوی تاجیکستانیان با خارجیان کاهش یافته است. وزارت عدلیه این حالت را به تغییرات در کودکس عائله کشور ربط داد که سال 2011 قبول شده بود. بر اساس مقررات کودکس عائله، خارجی ها قبل از ازدواج با دختران تاجیکستانی باید آنها را با خانه تامین کنند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی کاربران بارها از زیاد شدن نکاح زنان و دختران تاجیک با ملت‌های بیگانه، خصوصاً با مردان چینی، اظهار نگرانی کردند.